چطور سازه LSF رو به فونداسیون نصب میکنیم؟ درود بر شما همراهان گرامی. بعد اجرای فونداسیون و شاروده کار میایم پروفیل کفخاب یا همون رانر رو روی فونداسیون نصب میکنیم. این بولت این ناودونی در ابتدا بولت ها رو از ناودونی و سوراخ های رانر رد کرده و از بالا مهره میکنیم تا رانر به فونداسیون وصل بشه. مثل این کار، نمونه کاری که انجام دادیم شبیه این. حالا چرا ما از ناودونی استفاده میکنیم؟ چون که ما با این کار سطح اتصال بولت به فونداسیون رو بیشتر میکنیم. اولین بولت رو در حدود 30 سانتی متری از ستون قرار میدیم و مابقی رو در فاصله 90 سانتی متری به ترتیب میچینیم. حالا این بولت ها چه ویژگی‌هایی دارن؟ از ویژگی‌های بارزشون اینه که توی بتون به هیچ عنوان زنگ نمیزنن، خورده نمیشن و هر کدوم از اونا توانایی تحمل 2500 کیلوگرم نیروی فشاری، کششی و خمشی رو دارن.